شارواله هرات به هدف توسعه خدمات شهری در این شهر دو پروژه مهم را به هزینه 14 میلیون افغانی آغاز کرده است. این پروژه ها شامل ساخت کانال های سرک 30 متره و کانال های آبکشی در سمت غرب سرک بهزاد هستند که طول مجموعی آنها 3 کیلومتر تخمین زده شده است. خوشبختانه امروز ما شاهد افتتاح و آغاز کار دو پروژه در موقعیت های جاده بهزاد و سرک 3 متره لاباغ اسلامی و از باغ اسلامی تا به جوینه که ارزش کلی پروژه ما 14 میلیون افغانی بود و طول هر دو موقعیت کانال 3000 متر بوده. دیگه چیزی که در توان باشه 100% به مردم منطقه و به خود ریاست شهرولی محترم تصدیق میکنیم که انشالله به معیارایی که تعیین شده کار کنیم انشالله. باشندگان محلی میگویند که با اجرای این پروژه نه تنها از شر آبهای آلوده رهایی مییابند بلکه از خطر ابتلا به امراض ساری نیز نجات پیدا میکنند و این کار تغییرات مثبتی در کیفیت زندگیشان به وجود میآورد. همین قسمتی که شما مشاهده میکنید پشت سرمان جوی اینجی وقتی که سیلاب زیاد میشد آب زیاد میشد جو او بالا میشد به می سرک تا به پایین همین سرک با مشکلات بسیار فجیع به حساب مواجه میکرد و الحمدلله انشالله همین کانال همین پروسه که تشکیل شه ما از این مشکلات و از این موزل دیگه انشالله نجات میابیم. انشالله این گفته میتونه که بیش از 90% مشکلات ما میتونه این کانال برطرف کنه و بوی تعفن و اشغالی که داخل از این جوی چاه انداخته میشه جای رو از این گرفته میشه انشالله. نباید فراموش کرد که در این اواخر پروژه های متعدد سرکسازی و کانالسازی در نواحی مختلف شهر هرات از سوی شارواله این ولایت آغاز شدند. به گفته مسئولان در سال جاری 70 پروژه از سوی شارواله هرات پلان شده که بیشتر آنها مشکلات مردم را برطرف کردند.